به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز را با کتابی در حوزه پزشکی شروع میکنم. کتاب مدارا با سرطان که 3 جلد هستش و من جلد اولش رو برای شما این هفته میذارم. دکتر ابوالفضل اقوامی این کتاب رو نوشتن. راهنمای درمانهای مکمل و جایگزین در درمان سرطان توسط نشر منندی در مشهد در سال 1390 چاپ شده. من ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. اغلب افراد مبتلا به سرطان که یک تجربه سخت، فراگیر و کم و بیش مزمن را تجربه می کنند، نه به این دلیل که این روش‌ها مورد تاییدند، بلکه به این دلیل که غریق به هر خس و خاشاکی چنگ می زند. به سراغ درمانهای مکمل و جایگزین هم می روند، درمانهایی که نه ارزیابی واقع بینانه از آنها دارند و نه معمولاً توسط افراد متخصص ارائه می شود. آشنایی با این درمانها، استفاده آگاهانه و واقع بینانه از آنها نه فقط می تواند به بهبودی ناخوشی این افراد کمک کند، بلکه به ویژه به دلیل نقش فعالی که به آنها در ارتقاء سلامتشان میبخشد، کیفیت زندگی آنها را بالا میبرد. این کتاب ابتدا در مورد مدارا با جنبه‌ها و دوره‌های مختلف درمان از قبیل لحظه تشخیص، بروز هیجانات، عوارض جنسی و احتمالاً عود بیماری نکاتی را یادآور می‌شود و در بخش دوم به شرح کلیه درمانهای مکمل و جایگزین و چگونگی تاثیرشان بر سرطان پرداخته است. این کتاب تقدیم به بیماران مبتلا به سرطان و به همراه و همپای این بیماران که با او درد میکشند، با او بیخوابند و اگر او در خواب بیدارند، ولی برخلاف او نه 1 بار که 100 بار میمیرند و زنده میشوند. این کتاب شامل پیشگفتار ناشر هستش. بخش اول مدارا با تشخیص سرطانه، مدارا با عود سرطان. بخش دوم پزشکی مکمل و جایگزین، اقدامات با دخالت دست و بدن و یوگا، تدبیر تنش و مهارت‌های تن آرامی. اما مقدمه. در سالهای اخیر یک گرایش بسیار گسترده، چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع در حال توسعه، به پزشکی مکمل و جایگزین مشاهده می شود. گرایشی که نخست در مردم شکل گرفت و به تدریج نظام سلامت را واداشت تا این پدیده اجتماعی را در وهله اول به عنوان یک عامل مخل در برنامه‌های پزشکی رایج مورد مطالعه قرار دهد و سپس به عنوان مکمل خدمات سلامت به کار گیرد. در سال 1999 دامنه این مطالعات و تدبیرها به آنجا رسید که 6 دانشگاه مادر در ایالات متحده طرحی را به کنگره پیشنهاد کردند تحت عنوان پزشکی جامع، پزشکی قرن 21 که مورد تصویب قرار گرفت. بر مبنای این طرح بسیاری روش‌های درمانی پزشکی مکمل مانند هماهنگسازی ذهن و بدن، مانند یوگا، مراقبه، هیپنوتیزم، موسیقی درمانی و درمان‌های انرژیابی، گیاه درمانی، ورزش درمانی، ماساژ و طب سوزنی در نظام آموزش و درمان وارد شد. در حال حاضر بسیاری دانشگاه‌های بزرگ جهان برنامه‌های مدون و کم و بیش جامعی در این زمینه دارند
و درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های پرشماری در این زمینه فعالند. دانشمندان علل بسیاری را در این گرایش عمومی دخیل می‌دانند که در اینجا من تنها به 2 علت بنیادین آن اشاره می‌کنم. نخست آنکه زیست‌پزشکی یا پزشکی مبتنی بر زیست‌شناسی در درمان بیماری‌های اورژانس، حاد و عفونی موفقیت‌های بسیاری به دست آورد و همین باعث شد که الگوی توزیع اجتماعی بیماری‌ها تغییر کند، به این نحو که از یک سو امید به زندگی و سالهای زیستن با بیماری و ناتوانی افزایش یابد و از طرف دیگر به دلیل آنکه در بیماری‌های مزمن توفیق ما عمدتاً در حد کنترل و درمان بوده است، بیماری‌های مزمن اهمیت همگیر شناسانه بسیار بیشتری پیدا کند. برخی صاحب نظران دلیل توفیق اندک زیست‌پزشکی در درمان اختلالات مزمن را آن دانستند که هرچه وضعیت‌های اورژانسی و حاد به سمت وضعیت‌های مزمن می‌رویم، اهمیت عوامل روان اجتماعی و به بیانی شناختی رفتاری بیشتر می‌شود و نیاز به همکاری بیشتر شخص بیمار پدیدار می‌شود که معلوم است که چنین عواملی در پزشکی رایج تقریباً در نظر گرفته نشده است. علت دوم مربوط به ویژگی‌های فلسفی، روانشناختی و بالینی درمان‌های مکمل و جایگزین است که باعث شده که مردم چنین احساس کنند و یا عملاً دریابند که به ویژه در اختلالات مزمن این رویکردها می‌تواند برای آنها بسیار مفید باشد. برخی از این مؤلفه‌ها که تقریباً در همه درمان‌های مکمل و جایگزین مشترک است، عبارتند از 1. کلنگری در مراقبت و درمان. 2. وحدت روح، ذهن و بدن. 3. تکیه بر نیروی درمانگر درونی فرد. 4. درمان‌های فرد محور و نه بیمار محور. 5. خودیاری و تغییر رفتار بهداشتی. 6. تأکید بر سبک زندگی و استفاده از وجوه گوناگون برای پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه. 7. ارتباط و یگانگی با طبیعت. 8. آموزش به عنوان یک مراقبت بهداشتی اساسی. 9. تأکید بر کیفیت زندگی. 10. توجه به نقش ابعاد فلسفی و معنایی در سلامت. 11. روان، پالایش و سلوک درمانگر در حین کسب دانش و مهارت‌های حرفه‌ای. اغلب افراد مبتلا به سرطان که یک تجربه سخت، فراگیر و کم و بیش مزمن را تجربه می‌کنند، نه به این دلیل که این روش‌ها مورد تاییدند، بلکه به این دلیل که غریق به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زند، به سراغ این درمان‌ها هم می‌روند. درمان‌هایی که نه ارزیابی واقع بینانه‌ای از آنها دارند و نه معمولاً توسط افراد متخصص ارائه می‌شود. ارزش کتابی که جناب آقای دکتر اقوامی در این زمینه گردآوری و ترجمه کردن هم به دلیل ابعاد روشنگرانه آن و هم ابعاد آموزشی آن است. آگاهی از ارزش درمانی این روش‌ها و استفاده آگاهانه و واقع بینانه از این روش‌ها نه فقط می‌تواند به بهبودی ناخوشی این افراد کمک کند، بلکه به ویژه به دلیل نقش فعالی که به آنها در ارتقای سلامتشان می‌بخشد، کیفیت زندگی آنها را بالا می‌برد. امیدوارم کارهای از این دست سرآغازی برای تحقق نظاممند پزشکی جامع در ایران باشد، شیوه‌ای که می‌تواند موجب بهبود سبک و کیفیت زندگی و نیز رشد خودمختاری افراد مبتلا به سرطان و دیگر ناخوشی‌های مزمن باشد. دکتر فرزاد گلی، مدرس اخلاق و فلسفه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو گروه علوم انسانی پزشکی پژوهشگاه علوم انسانی. اما پیشگفتار ناشه:
در زندگی هر کس لحظاتی است که فراموش نشدنی هستند. برای برخی این نقاط عطف زندگی همچون نقش بر سنگ هیچگاه از لوح خاطرشان محو نمی شود. لحظه شنیدن خبر قبولی در کنکور، لحظه شنیدن پاسخ بله از یار و محبوب دلخواه، لحظه قبولی و گرفتن گواهینامه رانندگی و بسیاری دیگر از این لحظات. لحظه شنیدن خبر سرطان نیز از لحظاتی است که هیچگاه فراموش نمی شود. دستپاچگی، سردرگمی، عدم باور و پذیرش خبر از خصوصیات این لحظه است. از این لحظه دوران پرتنش و سختی آغاز می شود. دورانی که رنج درمانهای مختلف سرطان را در خود دارد. این دوران نیازمند همراهی و راهنمایی‌هایی است که متاسفانه اکثر بیماران سرطانی ما فاقد آن هستند و اگر دستاندرکاران درمان سرطان و به خصوص خود بیمار به جز درمانهای متعارف و مداوای جسم در اندیشه راهی برای سلامت روح و روان در این دوران نباشند، علاوه بر کم شدن تأثیر درمانهای متعارف، کیفیت زندگی بیماران نیز کاهش چشمگیری نشان خواهد داد. به قول حافظ، آنان که در تدبیر درمانند، درمانند. در این نوشتار کوشیده شده تا آنچه به جز درمانهای معمول مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی و جراحی برای سرطان به کار برده شده و برای بالا بردن کیفیت زندگی این بیماران و اطرافیان آنان مفید واقع می شود، به رشته تحریر درآید. این کتاب 2 بخش اصلی دارد. ابتدا در مورد مدارا با جنبه‌ها و دوره‌های مختلف درمان از قبیل لحظه تشخیص، بروز هیجانات، عوارض جنسی و احتمالاً عود بیماری، نکاتی که مفید به نظر می‌رسد ذکر شده. و در بخش دوم کلیه درمان‌های غیر متعارف سرطان که درمان‌های مکمل و جایگزین نامیده می‌شوند شرح داده شده و به علاوه تأثیر آنها بر بیماری سرطان توضیح داده شده است. در این کتاب بارها یادآوری شده که درمان‌های مکمل و جایگزین جانشینی برای درمان‌های اصلی و معمول سرطان نیستند، ولی برای نیکبودی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تأثیر شگرف و بیچون و چرایی دارند. خواندن این کتاب نه تنها برای بیماران مبتلا به سرطان و اطرافیان آنها، بلکه برای همه دستاندرکاران درمان سرطان در هر رشته‌ای، از پزشکان متخصص تا پرستارانی که از این بیماران مراقبت می‌کنند، به دلایل زیر مفید به نظر می‌رسد. 1. نویسنده و مترجم خود مبتلا به سرطان بوده و دردآشناس و تجربه تمام درمان‌های معمول سرطان چون جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و بسیاری از درمان‌های غیر متعارف را داراست و در واقع واعظ غیر متعظ نیست. 2. نویسنده و مترجم کتاب خود پزشک و جراح است و به علت آشنایی با مسائل پزشکی تمامی لحظات، حالتها و تغییر حالتهای خویش را کنترل و ثبت نموده است. و همانطور که در کتاب سرطان محبوب من که کتاب دومی هستش که در زمینه سرطان هستش و من برای شما میخونم آورده، بسیاری از کمبودها و کاستی‌های سیستم پزشکی را درک و به آن اعتراف کرده است. به همین دلیل بیش از هر پزشکی که در راه درمان سرطان گام برمی‌دارد و به جزئیات دوره بیماری، درمان و پس از آن واقف است و برای ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت زندگی یک بیمار مبتلا به سرطان می‌تواند ارائه طریق کند. و 3. تا جایی که تحقیق شد، این کتاب در زبان فارسی مشابه ندارد و برای اینکه مطالب آن برای همه گروه‌های درگیر درمان قابل فهم و درک و قابل خواندن باشد، نویسنده و مترجم حداالامکان از به کار بردن کلمات صغیر علمی برهیخته است. امید است که این کتاب برای بیماران مبتلا به سرطان و اطرافیان وی که تمام گرفتاری‌های درمان
و عوارض آن را پا به پای بیمار تحمل می کنند مفید واقع شود. اگر تنها 1 سطر از این کتاب برای تنها 1 بیمار مبتلا به سرطان مثمر ثمر واقع شود، به هدف خود رسیده و نظر نویسنده و مترجم ادا شده است. در پایان لازم است از آقای ناصر غفاری و سرکار خانم پریسا خسروی که در ویراستاری متن کمک نمودند تشکر شود. خب، من از بخش دوم این کتاب، پزشکی مکمل و جایگزین، شروع می کنم. پزشکی مکمل و جایگزین چیست؟ پزشکی جایگزین که طیف وسیعی را از پزشکی گیاهی تا طب سوزنی شامل می شود، روز به روز مقبولیت عمومی بیشتری پیدا کرده و به طرفداران آن افزوده می شود. کافی است عطسه کنید تا پیش از آن که به خود بیایید دوستانتان پیشنهاد این یا آن داروی گیاهی یا درمان هومیوپاتی را بدهند و شما حیران و سرگردان بمانید که کدام توصیه را بپذیرید. درباره طب مکمل و جایگزین که مخفف آن CAM خوانده می شود زیاد شنیده ایم. ولی چیز زیادی راجع به آن نمی دانیم و پیش از تصمیم گیری باید حقایق را در مورد این درمان ها بدانید و پیش از آن که درمان جدیدی را امتحان کنید، به خصوص اگر باردار هستید، تحت مراقبت هستید، دارو مصرف می کنید یا مشکلات مزمن قلبی دارید، حتما با پزشکتان مشورت کنید. از آنجایی که پزشکی جایگزین و مکمل روز به روز مقبولیت بیشتری پیدا می کند، تقریباً 40% بالغین در امریکا از آن استفاده می کنند. در ایران آماری در دست نیست، ولی باید بسیار بالاتر از این باشد. پزشکان در حال آموزش بیشتری در مورد این شیوه‌های غیر متعارف هستند. هنگامی که پزشکان عبارت طب جایگزین را به کار میبرند، در واقع اشاره به اقداماتی میکنند که اختصاصاً در طب متعارف غرب مورد استفاده قرار نمیگیرند. این که طب جایگزین دقیقاً چیست؟ مثل بیشتر درمانها مدام در حال تغییر است. هنگامی که علاوه بر و نه به جای درمان متعارف از درمان پزشکی جایگزین استفاده می شود، به آن پزشکی مکمل گفته می شود و هنگامی که علاوه بر درمان متعارف از درمانهای مکمل استفاده شود، آن را طب جامع می نامند. طبقه‌بندی طب مکمل و جایگزین. برای درک بسیاری از درمانهای مکمل و جایگزین موجود، بهتر است به چگونگی طبقه‌بندی این درمانها توسط مرکز ملی طب مکمل و جایگزین N.C.CAM نگاهی بکنید. این مرکز همه تحقیقات علمی را که در امریکا برای CAM می شود مورد حمایت مالی قرار می دهد و این درمانها را به صورت زیر طبقه‌بندی می کند. الف، نظام‌های کاملا پزشکی. ب، پزشکی ذهن بدن. جیم، اقدامات زیست مبنا. دال، کارهای تن مبنای دستی. ه، انرژی پزشکی. به هر حال باید به خاطر سپرد که مرز دقیق و روشنی میان این درمانها وجود ندارد و برخی از این نظام‌های درمانی بیش از یک روش درمانی را به کار می‌گیرند. نظام‌های کاملاً پزشکی. نظام‌های درمانی تنها یک اقدام یا درمان به خصوص مثل ماساژ نیست، بلکه بسیاری از نظام‌های درمانی مبتنی بر فلسفه‌ای هستند مثل قدرت طبیعت یا وجود انرژی در بدن. نمونه‌هایی از نظام‌های کاملاً پزشکی عبارتند از: یک، نظام باستانی شفا. این نظام‌های بهبودی بسیار قدیمی‌تر از طب رایج و مرسوم غربی هستند. طب آیوروودای هندی و پزشکی سنتی چین از آن جمله است. دو، هومیوپاتی. در این شیوه مقادیر بسیار کم از یک ماده استفاده می شود که علائمی را ایجاد می کند تا پاسخ خود بهبودی بدن را برانگیزد. 3. طبیعت درمانی.
این روش‌ها بر درمان‌های غیر تهاجمی تمرکز می‌کنند تا به بدن کمک کند که با استفاده از روش‌های متنوعی چون ماساژ، طب سوزنی، داروهای گیاهی، ورزش و اصلاح روش زندگی خود درمانش را بیابد. پزشکی ذهن بدن. روش‌های ذهن بدن ارتباط بین ذهن و بدن را تقویت می‌کند. کسانی که در زمینه پزشکی جایگزین و مکمل کار می‌کنند معتقدند این دو نظام ذهن و بدن باید در هماهنگی کامل باشند تا شما سالم بمانید. روش‌ها و فنون ارتباط بین ذهن و بدن عبارتند از مراقبه، دعا، تن‌آرامی و هنردرمانی. اقدامات زیست‌شناختی. نمونه‌های آن عبارتند از مکمل‌های غذایی و درمان‌های گیاهی. این درمان‌ها از عناصری که در طبیعت یافت می‌شوند استفاده می‌کنند. داروهای گیاهی عبارتند از جنسینگ و جینگو و اچیماکارا یا اچیماسیا. مکمل‌های غذایی عبارتند از سلنیوم، گلوکوزامین سولفات. داروهای گیاهی و مکمل‌ها را می‌توان به صورت چای، روغن، شربت، پودر، قرص و کپسول مصرف کرد. اقدامات با دخالت دست و بدن. این روش‌ها از حس لامسه انسان برای مالش و با به حرکت درآوردن قسمت خاصی از بدن استفاده می‌کنند. این روش‌ها عبارتند از پزشکی مفصلی، فن درمان بیماری‌های مفصلی از راه دستکاری یا ماساژ دادن مفاصل، یا پزشکی استخوان درمانی، فن درمان بیماری‌های استخوان از راه دستکاری و ماساژ دادن استخوان‌ها. انرژی پزشکی. برخی از پزشکان طب مکمل و جایگزین معتقدند که انرژی غیر قابل رؤیتی در سراسر بدن جریان دارد و هنگامی که این جریان انرژی مسدود یا نامتعادل شود، بیماری ایجاد می شود. این انرژی در سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف نام‌های متفاوت دارد، مثل چی، پرانا و نیروی زندگی. هدف این درمان‌ها عبارتند از رفع انسداد یا متعادل کردن مجدد جریان انرژی. انرژی درمانی انواع مختلفی دارد که عبارتند از 1. چی یا کنگ، 2. لمس درمانی، 3. ریکی، 4. مغناطیس درمانی. علت تردید برخی از پزشکان برای درمان‌های مکمل و جایگزین. بسیاری از پزشکان قدیمی آموزشی در زمینه درمان‌های CAM ندیدند. بنابراین طبیعی است که اگر در این مورد پرسشی از آنها شود یا چنین توصیه‌هایی را بشنوند، احساس خوبی نسبت به آنها نداشته باشند. به هر حال امروزه با افزوده شدن به شواهد مثبت برای برخی از این درمان‌ها، پزشکان به تدریج نسبت به درمان‌های مکمل و جایگزین گشوده‌تر شدند. البته پزشکان قدیمی هم دلایل خوبی دارند که در استفاده از این درمان‌ها محتاطانه‌تر عمل کنند. پزشکی سنتی یا متعارف امروز برای درمان‌های ارزش قائل است که بی‌خطری و تأثیر آنها از طریق تحقیق و آزمایش به اثبات رسیده باشد. این در حالی است که اگرچه برای اثبات صحت برخی از درمان‌های CAM شواهدی وجود دارد، در مورد بسیاری از آنها هنوز پرسش‌هایی هست که باید پاسخ داده شود. به علاوه برخی از پزشکان طب مکمل و جایگزین در مورد معالجه بیماری‌ها ادعاهای گزاف می‌کنند و بعضی از آنها از شما درخواست می‌کنند تا از درمان‌های متعارفتان چشم‌پوشی کنید و همین دلایل است که بسیاری از پزشکان در ترغیب بیماران به درمان‌های CAM محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنند. چرا شواهد مربوط به درمان‌های CAM کم هستند؟ یک دلیل برای کم بودن یا عدم وجود تحقیق کافی در مورد درمان‌های جایگزین و مکمل این است که مطالعات گسترده
گسترده کنترل شده پزشکی بسیار پرهزینه هستند. مطالعات مربوط به داروها و اعمال جراحی در طب مرسوم و متعارف اغلب به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت‌ها و یا شرکت‌های دارویی چند ملیتی حمایت مالی می‌شوند و این سبب می‌شود که درمان‌های سنتی و مرسوم توان بیشتری برای تحقیقات داشته باشند. درمان‌های جایگزین و مکمل به سختی می‌توانند حمایت مالی جلب کنند. بنابراین مطالعات کمتری در این زمینه وجود دارد. با این حال در حال حاضر مطالعات زیادی در مورد این درمان‌ها از داروهای گیاهی گرفته تا یوگا در حال انجام است. مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین NCCAM مؤسسه‌ای در امریکا که تحقیقات مربوط به درمان‌های CAM را حمایت مالی می‌کند و می‌توان یافته‌های تحقیقات آنها را در سایت اینترنتی آنها مشاهده کرد. مشاوره با پزشک معالج در مورد منافع و خطرات درمان‌های CAM. در مورد استفاده از درمان‌های مکمل و جایگزین حتما با پزشکتان مشورت کنید. حتی اگر پزشک شما نتواند یک درمان مکمل یا جایگزین مناسب را پیشنهاد کند، می‌تواند منافع، خطرات احتمالی یک نوع درمان را به شما اعلام و گوشزد کند. اگرچه برخی از این درمان‌ها مفید هستند، برخی از آنها هم عوارض جانبی دارند و ممکن است با داروهای خاص تداخل داشته باشند. درمان‌های جایگزین سرطان. درمان‌های جایگزین نمی‌توانند سرطان را درمان کنند، ولی می‌توانند سبب تسکین علائم و نشانه‌ها شوند. بسیاری از مبتلایان به سرطان علاقه‌مندند که یکی از درمان‌های جایگزین و یا مکمل را برای سرطان آزمایش کنند. اگر سرطان باعث شده که احساس کنید دیگر تسلط چندانی بر سلامتی خود ندارید، درمان‌های جایگزین سرطان ممکن است برایتان امیدبخش باشد. اما بسیاری از درمان‌های جایگزین برای درمان سرطان ثابت نشده و خطرناک هستند. برای کمک به بیماران و به منظور جدا کردن درمان‌های مناسب از نامناسب، در این نوشتار 11 نوع درمان سرطان جایگزین که عموماً بی خطر هستند معرفی می شود و علاوه شواهدی وجود دارد که این 11 نوع درمان جایگزین ممکن است مفید هم باشد. طب جایگزین چگونه می تواند به مبتلایان به سرطان کمک کند؟ درمان‌های جایگزین سرطان هیچ نقشی در درمان سرطان شما ندارند، ولی می توانند در مدارا کردن با علائم و نشانه‌های ناشی از سرطان و درمان‌های آن به شما کمک کنند. علائم و نشانه‌های شایعی مثل اضطراب، ضعف و خستگی، تهوع، استفراغ، درد، مشکلات خواب و فشار عصبی را می‌توان با درمان‌های جایگزین کاهش داد. استفاده از درمان‌های جایگزین سرطان تکمیل کننده درمان‌هایی است که توسط پزشک به شما تجویز شده است و نه جایگزین آنها. با اینکه درمان‌های سرطان جایگزین مثل طب سوزنی ممکن است تهوع یا درد را کاهش دهند، این درمان‌ها آنقدر قوی نیستند تا بتوانند جایگزین داروها و درمان‌های تجویز شده توسط پزشک معالجتان گردند. برای برقراری تعادل مناسب بین درمان‌های متعارف و مرسوم و درمان‌های جایگزین حتما از نزدیک با پزشکتان در تماس باشید. چه علامتی چه جایگزینی. اگر علائم زیر را دارید این درمان‌ها را انتخاب کنید. اضطراب. از درمان هیپنوتیزم، ماساژ، مراقبه و فنون تن‌آرامی استفاده کنید. ضعف و خستگی اگر دارید از ورزش، ماساژ، فنون تن‌آرامی و یوگا استفاده کنید. اگر تهوع و استفراغ دارید از طب سوزنی، رایحه درمانی، هیپنوتیزم، موسیقی درمانی استفاده کنید. اگر درد دارید از طب سوزنی، رایحه درمانی، بیوفیزیک، هیپنوتیزم، مراقبه، ماساژ و موسیقی درمانی استفاده کنید. اگر مشکلات خواب دارید از ورزش، فنون تن‌آرامی، تای چی و یوگا استفاده کنید و اگر فشار روحی دارید از رایحه درمانی
ورزش هیپنوتیزم، ماساژ، مراقبه، تایچی و یوگا استفاده کنید. بیشتر از این زمان به من اجازه نمیده که این کتاب رو برای شما بخونم. بهتون پیشنهاد میکنم حتی اگر بیمار سرطانی اطراف شما نیست ولی این کتاب رو در خونه داشته باشید و بهش یک نگاهی بندازید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. امیدوارم که در وایس های بعدی که در مورد کتاب های دیگه آقای دکتر اقوامی هستش هم خوشتون بیاد و تهیه بکنید و تا انتها کتاب ها رو بخونید. لطفاً در کتاب های دیگه سرطان محبوب من و تغذیه و فعالیت بدنی در سرطان نوشته آقای دکتر ابوالفضل اقوامی که خودشون درگیر با سرطان بودن با من همراه باشید. از اینکه با من بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.